سلام به همگی، چطورید؟ من اسنایپ هستم. ما امروز اومدیم با یه ویدیو جدید دیگه. آقا امروز ویدیو جدیدمون چیه؟ گفتم یه ایده جدیدی چیزی بدم. گفتم که بیایم آقا بیایم نایفا رو با هم بررسی کنیم. چه نایفی شما برداری بیشتر به صلاحیت تو بازی. من به شخصه که ویدیومو دیده باشی، من با نیزه بهتر هستم، تسلط دارم. بعد میام تو نایفا الان نیزه. خب ببین، بعد نایف بعدی، خب من چند تا انتخاب میکنم و دوشون براتون بررسیش میکنم. خب نایف بعدی بالستیک نایفه. خب این نایف هم سویچ خیلی سریعی نداره. خب یعنی اگه ما خیلی سریع سویچ بزنیم ممکنه یه ذره اذیتت کنه، یه خورده، و اینو براتون بررسی نمیکنم. این نایف هم مثل همونه. ببین بعضی از نایفا موقعی که دارن سویچ میشن یه انیمیشن خاصی به خودشون میده. یعنی وقتی شما این نایف رو سویچ کنی دقیقا یه همچین انیمیشن به خودش میگیره، بعد نایف رو میگیره به دست. این یکی هم دقیقا مثل دنس مال خود، یعنی هر کدوم یه دنسی داره نایف دیگه، و این اون دنسش یه خورده اولش میزنه وقتی میخوای سویچش کنی. این یکی هم ببین سویچ گانو میگم دیگه کم میکنه سرعتشو، ولی من اصلا انتقادی نمیکنم از این نایف ها، چون هر کی به صلاح خودش میتونه نایفی برداره. نایف بعدی این یکی باترفلای نایفه. خب این نایف برای کسایی که مثلا نایف دوست ندارن تو دیدشون باشه، یعنی دوست دارن انگار چیزی در دستشون نباشه، این نایف خوبه. نه انیمیشن خاصی داره، خیلی هم سریع سویچ میشه و برای کسی که میخوان جلو دیدشون گرفته نشه این نایف خوبیه. این یکی نایف بذار براتون بررسی کنم. من اصلا پیشنهادش نمیکنم، خودم به شدت ازش متنفرم، اما اگه خواهر که سال خودش داره ممکنه کسی دوست داشته باشه این نایفو، ولی من اصلا دوستش ندارم و به شما اصلا پیشنهادش نمیکنم. نایف بعدی یکی نایفه. این نایف به شدت دوستش دارم، این نایف خیلی خوبیه به خاطر اینکه سویچ خیلی سریع داره، خیلی سویچ سریع خوبی داره و عالی هستش. همینطور این نایف، این دوتا با هم دیگه سویچ خوبی دارن. خب سویچ سریع، اما اینم انیمیشن اولش میده، اما سویچ خوبی داره. این یکی نایفم که از قدیم خیلی میشناسنش دیگه، این هم نایف خوبیه اما واقعا حواسو پرت میکنه، واقعا حواس آدمو پرت میکنه، چون انیمیشن خیلی خاصی اولش داره و واقعا نمیشه فایت های نزدیک ازش استفاده. این دستکش بوکس های محمد علی کلی باشه، اینا هم واقعا خوبه. این نایف خیلی سویچ سریع تو موومنت میده، باعث اصلا بهتر شدن موومنتتون میشه و در کل خیلی نایف خوبیه. کاتانا هم که دیگه کاتانا واقعا نایف عالیه بازی، هیچ نقصی کاتانا نداره، کاتانا هیچ نقصی نداره و واسه موومنتینا هم خیلی خوبه. نانچیکو دوستش ندارم، بیسبال هم دوستش نمیپسندمش چون اینم انیمیشن خاص داره ولی سری سویچ نمیده. بیلم ببین، بیلم خوبه، بیلم سویچ خوبی میده، اما به نظر من بیلو بر ندارید، واقعا من میگم بیلو بر ندارید. سویچش بدک نیست ولی واقعا یه حس بدی میده بیل. و بعد میرسیم تبر یه نایفیه که اصلا نمیشه استفاده کردش و واقعا جلوی دیدو میگیره، خیلی بزرگه و واقعا نمیشه ازش استفاده کرد درست، اینم پیشنهاد نمیکنم. بعدی این نایف بازی هستش. ببینید این دوتا نایف بازی اصلا دربارش نباید صحبت کرد، چون چی؟ چون بی‌نقصن، دیفالت بازی هن، سری سویچ میشن، انیمیشن خاصی ندارن، جلو دست و پا رو نمیگیرن، هم خوشگلن، هیچ نقصی ندارن. خب اینا رو نمیشه براشون گفت. حالا تو این قسمت این نایف چیزای مختلف. یکی نایف لژنده است که همه دارنش. نایف لژند من به شخصه اصلا روش نیستم، واقعا من براتون پیشنهادش نمیکنم. چرا؟ دلیل دارم برای این کار. وقتی که شما میخوای موومنت بزنی این نایف اصلا موومنت خوبی به شما نمیده.
شما میخوای سویچ کنی نایفو، هم اصلا در کل چه میخوای بیای رو نایف چه میخوای بیای رو حالا اسنایپر، این واقعا دست و پا گیره. تا بیا جمع بشه خیلی طول میکشه و حتی صداش هم یکم مخه و واقعا اصلا این نایف پیشنهاد نمیشه از طرف من. و چون خیلی دیر بازو بسته میشه و موومنت خوبی اصلا نمیده، اصلا موومنت خوبی نمیده و به نظر من برش نداره. یکی هم که ولش. و این نایف بذار بگم برات. ببین این نایف سویچش عالیه، جلو دست و پا هم نمیگیره، یعنی اینم از نایف‌های خارق العاده بازیه، عالیه. این نایف هم خیلی عالیه، کلا موومنت خیلی خوبی هم میده. من همه اینا رو تست کردم که دارم بهتون میگم، همه رو من تک تک تست کردم که دارم اینا رو بهتون میگم که هر کدوم حالا چه جوری هستش. بعد این گلو استیکاست اصلا هیچ شباهت نمیدونم، سویچش خوب نیست، کنده اما همینه دیگه، همینه، فقط شکلشو تغییر داده، همینه. اینم من نظر خاصی ندارم. اینم میدونی چجوریه، اینم تقریبا مثل چیزه اون یک، این نایفه تقریبا مثل این نایفه و تقریبا یه جورن شباهتشون و در کل من یه دوتا از این نایفا رو من گذاشتم تو لود اوتم، دو سه تا که خوبن. یکیش همین نیزه است، یکیش این نایفا گذاشتم. بذارید من یه لحظه اینجا کاتانا هم گذاشتم راستی، دستکش بوکس هم بذار الان براتون میذارم. اینم دستکش بوکس بذارم یادم نره، کموشم اینو بندازیم و تمام. اینم از کموش. این سه تا نایف یعنی نیزه و من بقیه‌اش هم برات بررسی میکنم. هر سری بریم تو ترینیمو تا زمان الکی نرفته. آی اولین نایف براتون همون نیزه رو تست میکنم. خب اولین نایف نیزه. خب شما الان اینجا میگه انمی جلوته. ببین وقتی شما میخوای موومنت بزنی، خب الان من براتون میرم دیگه، خیلی یعنی بالا اسلاید بک هایی که حالا میزنی و حالا این قضایا، این نیزه به شما حالا دسترسی خوبی میده و شما میتونید راحت، خدایا شانس ها نگاه رفت تو پیاما. خب این نیزه، خب این نیزه الان ما این رو برو شما داری میری، وقتی موومنت شما بزنی در موومنت این سویچگانو که بزنه خیلی قشنگ براتون سویچگانو انجام میده. اینجوری شما اینجا یه دونه ببین، شما خود قطعا موقع موومنت زدن نمیشه سویچگان انجام بده، خیلی سخته و شما باید یه پیش بینی دقیق کنید و سریع عوض کنید و این خیلی به شما چیز خوبی رو میده، سویچ خوبی رو میده. سر همون میگم، چون من دقیقا اینایی که این چند تایی که الان براتون آوردم از نایف خوبه بازیان. این از بعد این نایفه، این نایف. خب این نایف من واقعا بتونم بگم خیلی خوبه، خیلی عالیه، بی نقصه و حرفی ندارم براش و ممکنه حتی انقدر جای سویچش قشنگه که حواستون رو برداره موقع مو بزنم. اما من دارم میگم ببین این نایف به خاطر سرعتی بودنش شاید عملش که شاید بهتر از نیزه هم باشه، چون خیلی سریع سویچ میکنه و شما دستتون شدید بازه. ببین بعضی نایف ها هستن شما وقتی گان دستتونه، حالا اسم دستتونه، انمی رو که میبینید، انمی مثلا اینجا، خب انمی رو که میبینید
میخوای موومنت بزنی. خب الان ببین اینجا میخوای موومنت بزنی، هول ممکنه کنی و این گانی که دستته تا بیاد بخوای حالا نایف رو سویچ کنی، ممکنه با گان بیای شما حالا موومنت رو بزنی و مثلا بعد اینجا مثلا تازه سویچش کنی، چون در حال موومنت هم نمیتونی سویچ کنی گان نایف تو و اینجا میبینی انمیو میای اینجا میزنی رو سویچ نمیشه، بعد این آخر سویچ میشه. یعنی دقیقا اینجا میزنی اینجا سویچ میشه دقیقا و این خب بعد دیگه. ولی حالا نایفی مثل این شما اینو که ببینید تا بزنید براتون سریعا حالا اون سویچ رو انجام میده و به خاطر سریع بودنش موومنت خیلی خوبی به شما میده و میبینید که الان من کامل برای شما این موومنت ها رو میرم تا ببینید. میبینید که خیلی خوب میده. حالا بهمون کن بعدی میریم روی چی بود؟ کاتانا. کاتانا موقع سویچ بعضی اوقات واقعا گیر میکنه و واقعا یه ذره من موقع موون زدن باش گیر میکنم و یه خورده دیر سویچ میکنه. یعنی من چند بار چیز میکنم سویچ میکنه، ولی کاتانا واقعا بی‌نقصه. خب و میبینید که الان مثلا سویچ نشد گانه، اینجا الان سویچ شد. خب در کل میگم. خب الان ما مثلا اینجا خب اینجا وای میسم، من اینجا انمی رو میبینم، بعد کاتانا رو که میام من بزنم دفعه دومی کاتانا سویچ نمیکنه، خیلی سخته. یعنی من اینجا انمی میبینم کاتانا رو عوض میکنم، باید خیلی سریع باشم. اینجا میبینم انمی رو عوض میکنم سریع، من موقع موون عوض میکنم باز، یعنی میندازم رو گان. میبینم انمی رو اینجا ببین نتونستم عوضش کنم. میبینید یعنی اینجا سریع من باید بس کنم. یه همچین چیزی میده به شما. یه خورده چیز میکنه، یه خورده اسپل کنسل هایی که باش بزنی یه ذره خورده اذیتتون میکنه. حالا باش کار کنید. بچه‌ای که اسپل کنسل میزنن ممکنه درک کنن من چی میگم و یعنی اینجوری یه ذره گیر داره. بعدی هم که این دستکش بوکس هستش و دستکش بوکس من تستش کنم ببینید یه خورده این میبینید موقع حالا موون زدن واقعا خوب عمل میکنه و بعضی اوقات یه گیرایی بهتون میده. خب اما مشکل نداره زیاد. میدید
دارم براتون میرم که خودتون ببینید متوجه بشید. یا اسلوی کنسل هایی که نه اسلوی بک هایی که بزنید اسلوی بک هایی که میبینید زده میشه. حالا توجه کنید یه خورده گیر داره ها، یه خورده. و دوباره من رفتم تو پیامام اینجا. خب صحبت نمی کنم. ببین اینجا. خب دوباره براتون میرم اینجا انمی میبینی، سری سویچ میزنید، سری میبینی اینجا انمی دیده میشه. یه دونه اول یه میخوای شما موومنت بزنی که از دست حالا انمی فرار کنی، یه جوری اسل بک. اینو میبینی. خب میبینی انمی رو، شما سری سویچ کنی یه دونه برگردید میزنیش. خب انمی اینجا. خب ما الان مثلا تیرش اسنایپر گرفته سمت ما، یه دونه از اینا و میزنیش. خب یعنی اینجا یه اسلاید بزنید تمومه. خب این دستکش بوکسه بهتون این قدرت رو میده که بخوای سری سویچ کنی. یعنی سویچ این نایف خیلی سریع تر از حالا کاتانا و ایناست. کاتانا یه خورده گیر داره و ممکنه باش نسازید و خیلی سویچش سریعه. یه انیمیشنی اولش میبینید این، ولی سویچ خیلی خوبی بهتون میده، تمیز میتونید کارو در بیارید. میبینید بریم برای نایفای بعدی. موزیک چی داره که هی میری بام هی میری بام چنده داشت بیداری هستو دادم. خب نایف بعدمون این نایفه که ما یه خورده گیر میده، اما نسبت به کاتانا من بیشتر ترجیحش میدم، تمیزتر کارو در میاره. میبینید الان براتون دوباره این مثال میدم. انمی اینجاست، میبینید خیلی تمیز بهتون اصلا موومنت میده. ببین اینجا انمیه، اینو سویچ میکنی سری، ببینی سری
قشنگ تمیز در میاره کارو. یه ذره انیمیشنش موقع دویدن ولی شاید چیز بشه، اما خیلی سریع، یعنی نایفی که سریع. این سرعت سویچش رو میبینید خیلی سریع سویچ میده. یعنی من اول نیزه رو پیشنهاد میکنم، بعدش چک کنم لاداد. اول نیزه رو پیشنهاد میکنم، بعد اون نایف میچرخه دور دستش میشه، بعدش این و بعدش هم کاتانا. اینجوری بهتون توصیهش میکنم. حالا اون یکی نایف رو براتون میارم، رتبه بندیش آخر دقیق بهتون میگم. این خوبه نظر من، خوب سویچ میده بهتون و تمیز در میاره. خب بعدی ایشونه، این نایفه و این من میگم انیمیشن اولش داره. این انیمیشن رو من میگم، این اولش اینجوری میکنه و میدوی، یعنی ما اینو اینجوری باید کنیم بعد بودیم. خب که الان اینجوری من یه سویچ میبینیم، نایف خوبیه اما به خاطر انیمیشن اولش تا بیای این میبینی انیمیشن اولشو دیر سویچ میکنه، سر همون میگم، و یه خورده کارو سخت میکنه. ولی این من خودم از کاتانا بیشتر دوستش دارم، کاتانا رو خیلی دوستش دارم، اما اینم دوستش دارم و باحاله. این نایف باحالیه، چوسه موسه داره و برای زیاد سویچ چیز نیست، تو سویچش و موومنتش حساب نکنید و کاتانا خیلی بیشتر از موومنت میده. کسایی که دنبال قشنگی و اینا، مخصوصا اگه کمای قشنگی داشته باشی بندازی روش، تمیز کارو در میاره برات و به اصطلاح قشنگ. بریم تو لابی، من براتون توضیح کامل نایفا رو بگم. خب آقا اینجا رو من وایس لایو براتون نگرفتم چون اینکه حالا بر اساس مشکلاتی شد. اول رتبه اول من براتون میذارم نیزه، چیز خوبیه. بعدی رو من براتون قرار میدم اینجا براتون مشخص کردم. بعدی رو من گذاشتم اینجا، گفتم کدومه، آها این نایفه رو گفتم، اینم خدای خیلی خداست، نایفه خیلی خوبیه. و بعدی این دستکش بوکسا گفتم، قبل دستکش بود من کاتانا رو میذارم، کاتانا هم خیلی خوبه، یعنی بعد اون یکی. اینم میذارم رتبه بعدیش و رتبه آخرم میذارم این، با اینکه خیلی خوبه اما زیاد حال نمیکنه آدم باش، سر همین نایفای خوبم اینا بودن. آره خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. من آی اسنایپم و بای بای.